محمد رسول الله درود خدا بر او و به آلش میخواهد با شما از آنچه را به آن مأمور میشوی و از مشرکان روی برتاب. و میخواهم به شما حمله کنند. مرا باور میکردید؟ و تعالی به شما پیامبر بیم دهنده فرستاد تا اینکه شما به خدای أشهد أن لا إله إلا الله. لهب و تب. به نام خداوند بی اندازه. آتش شعله‌وری داخل می شود و همسرش نیز آن او مقابلا نشان میدیم. فهمیدید؟ و تو چه شد ابوالحکم؟ قریش نه. اینقدر تو احمقی. میخواد ما از دینمان رو گردانیم، بت‌ها را پرستش نکنیم. خیر چه میخواهی ابواللهب؟ هنگامی که آیت کریم نازل شد و به پیامبر خدا فرمود پس بگو بیگمان من از آنچه شما انجام میدهید بیزارم.
از مکه از خانه خدا حرم و کعبه شریف آغاز من؟ نه ابو سفیان، من تنها دانسته‌ام را میگویم. از دهانم چیزی که برآمد گفتم. ای ابو سفیان، طور همین طور بگو ابو طالب. تو میگذاری تا برادر بجوییم؟ نه ای ابو طالب، نه. میکنیم از آنها درخواست باران فرزند میکنیم. بعد سالهای من پیامبری خدایم. کدام انسانی عاقل این را باور میکند؟ او دیوان پیامبری خدایم، پیروم شوید. هیچ کس شما را به این کار مجبور نکرده است. فریاد میزنیم اینجا چون که خیلی وقت میشود رگهایی و بودها را ترک کنید. خداش چی گپ است؟ چه گپ است؟ یکان جایت کم می شود که گویی ای سرور قریش
من ابوذرم. او را ببینم و بشنوم. چه میخواهی تو جز سخنهای به با خدا من هرگز از بدخواهان نمی ترسم. ما فکر نمی کردیم چونین انسان حلیم و حکیم مثل تو به همه با آنچه که خدا برایش فرستاده است او را به حالش گذارید و اگر بخواهید منتظر قبول کردم و ابوذر از هیچ یکی از جاهلان نمی ترسد. انصار کردند. برادران اسلامیش واقف شدند و به یاریش شتافتند. خدا به این راه نداد و خواست که ابوذر خار در چون آنها را هشدار کرده که کاروانیانشان میگذرند طریق غفار، در حالت کبرا خاتمه بخوان عبدالله. بسم الله الرحمن. خدایی که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و بله سلمان، تو جویای دین حق شدی. اگر چشمانی تو سلمان به دیدنی او مشرف گردد
را میکنه و میگردیم. دین و آیین خود او و کسان این راه نمیدیم جز ضعیف شوند. میبینی غلام خود را سرور میسابد و سرور کنیز. حالا میبینی قوم هاشم جگرسوز میشود. او هم با آنهاست و از دین محمد پسر عبدالله پیروی میکند. محمد که از دینمان رو گردانید. این دروغ است که بلا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. و عذاب را دفع نکرد. به زودی به آتش شعله با خدا من سر او را میشکنم در دیوار کعبه. آوردند و هم آنهایی که ایمان نآوردند و جز فرزندان ابولهب و خود سران عمه و خاله ها و برادرزاده هایی که قبول کرد محمد اگر همه یک جا شویم و بر ضد محمد و خواستهاش مبارزه پیروانش پگاه من از خاندان یاسر آغاز میکنم.
هیچ کس نه ابولهب. بنشین و مرا گوش کن. شما تجارت کرده مال و اموالتان را افزودید. و قرضهایشان را نمی پردازند. از کجا پیدا کرد؟ دیگه جعفر، چون محمد دعوتی او به تو چیزی نگفت. تا روز قیامت در گردن تو آویزان خواهد ماند. خدا از شما راضی باشد پدر. خدا این رحمت خدای سبحان و تعالی است که تقدیرمان را چنین کرد. با خدا بگذار ما را لطوکوب کنند و حتی بکشند، لیکن ما از دین اسلام درود خدا بر او و به آلش، رهنماست ما پیروانش. درود خدا بر او. خوش آمدید شرفی خاندان ما. خوش آمدیدم نگوید. رفتم و باز آمدم. چه صاحبی کار شدی غلام؟ افشا فردا میفهمی. قسم به خدا گوشت
از من نمیترسی؟ از شیر قریشی ها نمیترسی؟ محمد شدی؟ من از هیچ کس تری ترس ندارم. أشهد أن لا إله إلا الله. برخیز پسرم. اوی محمد هرگز بعد از ایشان بودند جز خدا کسی دیگر احوال ایشان می باشیم. پیامبرانشان گفتند آیا در خدا شک است؟ قبول نمیکنه. چرا؟ از دین قریشی ها و پذیرفته دین محمد را. چی بود که کمی پیش شنیدم تو میخوندی؟ مگر بشر همانند شما و لیکن خدا بر هر کسی از بنده خیر و سعادت هدایت نموده است و البته ما در برابر اذیت تو رو میگردانی از دین محمد.
چه کاری بدی رو انجام میدهند. آزاد کنم آنهایی را که تحت فشارند. خدا از تو راضی بود. باشیم تا زمانی که خدا را همون را بینماید. مادر به خدا بر نمیگردم حتی بیکشیم. این طور باشد میکشم. خدا یکتاست. بله خداوند یک مرا گوش کنید. نه با خدا ما هیچگاه مشرک نمیشویم. اشهد ان لا اله الا الله. در دین ما است. او مرا پشتیبانی میکند. دختری عمت خدیجه میکند. عمر ابن خطاب لطو کوب دارد. ای پسر خطاب، برادرش زید به پیامبر و خدا من تو را نه به خاطر رحم به حالت میگذارم، بلکه دلگیر شدم از تو. لیکن در قلبش خیر موجود است که مرا با امید می‌کند.
ای خدا، اگر از ما راضی باشی. به این دین فروشان بنگر حمزه. نمی مقصدت را بگو پدر عمر. تنها را به خاطر آن مشقت میده که عمر، شما محافظت میکنید قوم هاشم را، خصوصا آنهایی را اکنون اوفا، اگر نخواهی با محمد ایمان نآور. حالا ایست، حتما روزه به هم میرسیم. خدایا خدایا تا مرده چونین میستی؟ جز الله و شهادت میدیم که محمد پیامبر خداست. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد